ماینکرافت لجندز با اینکه مشکلاتی دارد اما میتواند لحظه های سرگرم کننده ای را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد. با بررسی ما همراه استدیو موجانگ با ساخت بازی ماینکرافت توانست بازخورد بسیار خوبی را کسب کند و ماینکرافت را عملاً به اثری فوق‌العاده موفق تبدیل کند. محصولی که تا به امروز بیش از 230 میلیون نسخه فروش داشته و بازیکنها همچنین با خلق جهانهای مختلف و چالش‌های سرگرم کننده در ماینکرافت سایر کاربران بازی‌های ویدیویی را شگفت‌زده کردند. از طرفی موجانگ با خلق موارد دیگه از ماینکرافت سعی کرده تا تجربه متفاوتی را در اختیار کاربران ماینکرافت قرار دهد و تا حدی هم موفق بوده. حال نوبت به ماینکرافت لجندز رسیده است، محصولی که در حالت کلی تجربه سرگرم کننده و بامزه را ارائه می دهد و می تواند مخاطبان سبک خود را حسابی سرگرم کند. ماینکرافت لجندز روایتگر داستان نبرد قهرمان با پلیدی و ظلم است. به شکل بامزه و خوبی روایت می شود. حالا که پیگلین ها به جهان ماینکرافت حمله کردند و وظیفه شما چیزی جز نبرد و حفاظت از این جهان نیست، در واقع با باز شدن پورتال های مختلف و ورود پیگلین ها بصیرت، علم و دانش به این نتیجه می رسد که بازیکن ماینکرافت تنها کرکتری است که می تواند این جهان را نجات دهد و با پیگلین ها مبارزه کند. از این رو به سراغ او می روند و درخواست کمک می کنند. حال شما در نقش بازیکنی که ماینکرافت بازی می کند باید کاراکتر شخصی سازی شده خود را بسازید و ماجراجویی‌تان را آغاز کنید. ماینکرافت لجندز یک بازی اکشن با المان‌های استراتژی همزمان است. به عبارتی بازی دو بعد مختلف دارد که به یکدیگر تنیده شده‌اند. اولین بعد المان‌های استراتژی بازی است. سرزمین ماینکرافت پر شده از دهکده‌های مختلف که باید در طول بازی از آنها مراقبت کنید، زیرا به هنگام شب مورد حمله پیگلین ها قرار می‌گیرند. حال می توانید با ساخت سیستم‌های دفاعی مختلف مثل چینش دیوار، برج‌های مراقبت و تله‌های منجمد کننده این کار را انجام دهید، با اینکه خودتان در زمان مناسب به دهکده برگشته و از آن مراقبت کنید. با این حال ساخت و ساز در بازی نقش بسیار مهمی دارد. ساخت همراه برای از بین بردن دشمنان و پایگاه‌های حریف، ساخت سیستم دفاعی و تهاجمی، ساخت ساختمان‌های مختلف در راستای بهبود عملکرد شما در بازی یا در دسترس شما هست. این کار باعث می شود سرعت مبارزات در ماینکرافت لجندز پایین آمده و تا حدی از لذت‌های آن کاسته شود. همچنین از آنجایی که بازی دارای المان‌های استراتژی همزمان است، وجود ساخت و سازهای بیشتر گسترده بودن انتخاب‌های بازیکن در بازی می تواند تجربه کامل‌تری را ارائه دهد. بعد اکشن بازی هم شامل نبرد با پیگلین ها و نابودی پایگاه های آنها می شود. در سرزمین ماینکرافت پورتال های دشمن را مشاهده می کنید که در نقاط مختلف قرار گرفتند. با نابودی این پورتال ها روند داستان را پیش برده و پیگلین ها را از بین می برید. از این رو به واسطه المان ها و استراتژی و شخصی سازی و ساخت و ساز نیروهای مبارزه متفاوتی را می توان بسازید. بعضی از این نیروها برای نابودی سازی دشمن مناسب بوده و بعضی دیگر مختص به نابودی پیگلین ها هستند. در این میان نیروهای ویژه هم تدارک دیده شده که می تواند سایرین و حتی شما را هیل کرده تا کمتر از آسیب ببینید. از نظر جلوه‌های بصری ماینکرافت لجندز همان طراحی‌های منحصر به فرد ماینکرافت را استفاده کرده و شاهد محیط‌های جذابی هستیم. شاید در ظاهر فکر کنید که جهان ماینکرافت آنطور که باید و شاید تنوع لازم را ندارد، اما هر بخش از نقشه بازی طراحی مختص به خود را دارد. محیط‌هایی که پر شده از منابع مختلف تا کاربر برای پر کردن اینونتوری خود مجبور به گشت و گذار در تمامی نقاط نقشه بازی شود. از نظر طراحی پیگلین ها انواع متفاوتی دارند و باس فایت جذابی هم در این میان برای مخاطب در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از مشکلات بازی ماینکرافت لجندز به عملکرد فنی بازی مربوط می شود. با اینکه افت فیلم خاصی را شاهد نیستیم، اما باگ های مختلفی در گوشه و کنار بازی مشاهده می شود که بعضی از آنها قطعا روی تجربه شما تاثیرگذار هستند. از نظر موسیقی و صداگذاری ماینکرافت لجندز در سطح مطلوبی قرار دارد
و به هنگام پخش میان پرده‌ای موسیقی نقش مهمی را در القای حس و حال و اتمسفر بازی ایفا می‌کند. در انتها ماینکرافت لجندز محصولی نیست که بتواند در حد و اندازه بهترین بازی ها سبک باشد، اما لحظات جذاب و سرگرم کننده ای را برای هواداران ماینکرافت با اشخاصی که نیاز به اکشن استراتژی ساده نسبت به سایر بازی های اکشن دارند برمغ